همشیری ما بیار که 10 تا عکس تجور کنم. یعنی یک چیز بسیار عادی است. ببینین خانم رجارایش مرا ساختن، خانم طاهر شباب مرا ساختن، خانم ولی هوتک خانم مرا زودتر خانم کی میسازن از یک نفر بیشتر. بسیار یعنی مردم افغانستان یعنی که نمی عکس‌ها و نمی گپ‌های ناق و لوده و چیزا اصلا با سواد ندارن. آدمی که سواد داشته باشه به پشت از این گپ‌ها نمیگردن. بالاخره آدم زن یک نفر بتونه شوه، آدم زن 2 نفر بتونه شوه. احمق جاهل چطور هستین شما؟ وقتی که کتی گرفتی رفتی استاد شدی زن از اون نمیتونی شوی. به لیاز خدا خبر حماقت از خود نسازین دیگه. به خدا به حد احمق هستن یا دور از خوبای ما باشه. آزرده نشین از حرفای من. به خدا همون مردم خوب هم کم مانده. اگر یک 5% مانده 95% اشکالش خراب جاهل بی‌سواد پشت از این گپای بد و خراب هستند. عادست که زیاد شنیدم زن فلانی زال ایران هستم که کدام از این بالاخره کتما نکاح خود کن. بگن سر یک دارم بعد 7 تا زن دوا سرمخ از 80 تا زیاد جور کردنی. بسیار مردم یعنی پشت گپ مردم افغانستان راستی میگن که همون پشت گپ دیگه کار نیستن. اینمی یعنی پشت یک نفر پشت یک دختر چی رقم گپ جور کنن. عکسش در فوتوشاپ جور کنن و هر کس جورش کنه. این مردم ما که هست همیشه این مدرس. ما خود ما در افغانستان زندگی نمیکنیم. وقتی که بودیم اینمی حال بود. ما بخی یا این مردم هست این مثل خود از یا به زبان از یا کتشان گپ بزن آدم یا ایست که یا را اگنور کنن. نه نمی اگنور کنه اگنور خوب است دیده ندارن. این خودت یک ترقی کردی یعنی پیشرفت کردی نمیتونن هیچ تو یعنی و مردم می تاجک که هست نمیراز پرسان کنی که امرای پس شنو خوبم نیستن که نقل پیشرفت کنن چی باز بیده پشتش یک فندق گپ جور میکنه و علی از بخاطر ازی پیشرفت کرده و بخاطر از برای من بسیار جالب است که ما بارها مثلا چرا اینی گپ مرا یا نمیگیرن اسکرین شات نمیکنن یا ویدیو ریکارد نمیکنن که ما بگویم. برای من همیشه میگن که اطرافی خب در ما بسیار خوش هستم که از اطراف هستم بقا خوش هستم و ما هیچ وقت دعوا نکردیم که ما از لندن هستم یا از امریکا هستم یا از فلان جا هستم. ما دختر اطراف هستم. ما اطراف کلان شدیم. مردم اطراف اصل می باشن. اینا دیگه من نمیفهم که کلایشان در کجا. خب اعتراض گناهشان هم نیست. اکثریتشان بیکار است، بیروزگار است، مسکینا یار از چیز گرفته، تکلیف عصبی گرفته. کرونا یار گرفته فرزانه جان. فکر کنم تمام یک چیز هستن. ما و نجیبه جان فایز یک برنامه هماهنگی کردیم که برنامه جور میکنیم. برنامه ریزی رو نجیبه فایز کرد و در اون برنامه ما یک اکتینگ کردم و در اون چقدر تاو خوردم. اوه خدایا شما برین در رسانه‌های بیرون سر کنین. مردم تا چی حد مذاق‌ها میکنن، تا چی حد برنامه‌شون جالب است. حتی یک هنرپیشه دیگر یا هنرمند دیگر داو میزنه. اما خدا من نه باز که نمی برنامه ریزی و چیزا کردیم با چرا پورا اپیزود چرا ننداختن؟ اعتراض که روابط من روی نجیبه جان در رابطه با یک موضوع دیگه خوب نیست. چون من بسیار دوست 10 ساله ما بوده که نجیبه جان من 10 سال سورا میشناسم. ولی چون که یگان به خاطر برنامه خدای کمک و رونق بده و به مردم برنامه‌ش ببینه یگان کارکا کرد و همیشه یگان گپکا باز ما دستن کردیم یک کمک و دوری بین خود ما ایجاد شد. گپ نمیزنیم با هم و ما همین برنامه رو همیشه ازش خواهش کردیم که نشر کنین. من نمیفهم چون نشر نکردیم. شاید هم یک پلان نجیبه بوده که بخواه مرا در نظر مردم بد ثابت کنه. اما بنابر از همون ما هیچ وقت نامدم لایف، هیچ وقت ما درباره‌شان گپ نزدم بخاطر که دوست 10 ساله ما بوده و هیچ وقت ما به دوستای خود توهین نمی‌کنم. و نموره کاش که خودت بجای نجیبه میششتی نجیبه بجای خود میشناسی. نجیبه خود حقیقت است. در صورتش نجیبه جان بسیار یک دختر با استعداد است و
مشکلات اصلا با استعداد باشه چی فرزانه جان، برابری به خودت نمیکنه چون افغان ماستی، پشتون ماستی، هر چیز نباشه. مردم ما که از جاهل است، ناخوان است، نادان است، پشت خودت گپ جور میکنه. فقط ایگنور کو دیگه، یگان جوابایشان هم بتی اترم نمان در دلشان داغ افغانی. مثل که پیش برش هم محمدم لایف حدث که گله و خراب کرد، گفتن سلیم شاهین شوی خوارتان است، از مادرتان است، از خوارتان رسانده، مادرتان رسانده، مرا خدا رسانده. دلایشان کفیده و گرفتن این ویدیو رو در هر صفحه شیر کرده. من بسیار خوش هستم، من سرخط خبر میشم همیشه وقت، چون پابلیسیتی برام میشه کدا برین هر خبر تو پابلیسیتی میکنین. بانشان دقیقیشان نباشه، یعنی ما تو جوابایشان بده که دلایشان غار شد دیگه. دقیقی از این نباش که یعنی ایگنور کنی. میگه میترا چیزی گفته بود یکی از این دوستای ما میگه ششتر. من نمیشناسم دختر خانم. سر از همون موضوع مورد نجبه جان کم ناراحت شدم. من دختر خانم ما در زندگی خود ندیدیم چی کار است و هیچ من نمیشناسمش که کی است، چی کار است، چی کار بار میکنه. اما پسان وقتی که یگان دوستکای ما اینا هستن در ایرلاینز جایا میشناسشون، باز یگان گپا گفتن که آی دختر خانم. به هر صورت ما وقتمو نکردم. مثلا دختر خانم نمیشناسم و بسیار تومت کلان بود که پشت سر ما بسته کردن. گفتن و تومت چیز ما میتونم پشت 100 نفر تومت جور کنم، ما میتونم 1000 نفر عکس جور کنم، ما میتونم در مورد 1000 نفر گپ بزنم، اما واقعیت نداشت چی. نه من خب میگم این گپ اولی مثل که کسی که بیکار با مانده چی میکنن پشت مردم گپ جو، باز خصوصا مردم خودمون، مردم افغانستان. بله راست میگم، دقیقاً دیده ندارن که یک هموطنشان پیشرفت کنه، ترقی کنه چی، باز خصوصا که یعنی پشت زبان باشه خب بسیار زیاد. اما یک مطلب نشنید میگه تا که افغان است زنده افغانستان است. راستی افغانشان که هر چیز میگه تو است که مردم اصل کابل نمانده، مردم اصل افغانستان اکثرش نیست دیگه، اونمو جاهلا و اونمو راست میگه. نظر تو هر کس آمد خود افغان و خود کابلی و خود گفت که علاده اینجاست ملاده و از اینجاست. مردم خود افغانستان اصلش کسش در امریکا است، کسش در استرالیا است، کسش در پارما. خود ما تمام فامیلای ما خارج از وطن است، یکی نمانده. مردم اصل نمونده، مردم اصل رفته. مردم که کم اصل مردم کم اصل هم پشت مردم میگردن کسی که ترقی یک قدم پیش بره بازه پشتش گپ جور برن که حالا این با واسطه فلانه و بطمو بیاده خب برو جور شده. تو را چی یعنی من چی کار داری؟ بازه حالا این مردمی که کامنت و چیزا هم نشته میکنن و میتن خب وقتی که نمیتونی برو دیگه گت اوت شو. چرا نشته میکنی؟ وقت ضایع میکنی. گفت شو کس وقت که بخوانم هم جواب کامنت بده. ما یگان روز که بیکار میمونم یارا فایل میکنم که گفتم این مرا خنده میگیره، میگم واو با خدا با هزاران تا کامنت برام میبرید که منتظر نباشی میایه. برای ما جای افتخار است، چون برای ما پابلیسیتی هم است، برای ما عایدات هم داره. هر قدر لایک و کامنت ما که بالا بره برای ما هیچ مشکل نیست. برای ما هر قدر یا داو بزنن، صفت کنن، نکنن، خنده کنن، گریه کنن، به خدا امو کرونا نگیره دیگه خیره. نه خدا نکنه. من بسیار خدا نگاه میکنم یار دوای بعد. دل دشمنای من اصلا زیاد ریکوست کردم از هیچ وقت جواب ندادی. اون روز سیستم که باشه یک ریکوست کنم از فرزانه جان آنلاین هستن همیالا چشم قبول کردی بخاطر که یکم دفعه کامنت ها انقدر زیاد هم خدا تا بالا میشه هیچ نمیفهمم. در بین از دوام است، در بین از تعریف هم است، در بین از خاص هم است. هیچ متوجه نمیشی که آدم کی جواب بده. بس تصادفاً من متوجه شدم به کامنتتون. تشکر. همینجا ما و کارخانه یک جای بودیم اونجا میخواید آنلاین لایف آمدیم اونجا که خیزارم لایف آمدم بهش میگم ارغم ریکوست میگم جواب نمیده میشم جواب بده از برکت تو
بسیار زیاد تشکر خواهر عزیز. باور کنید من هر بار که املا یک دختر خانم به تماس میشم من بسیار زیاد انرژی مثبت میگیرم و بسیار زیاد برای خوشایند است که من همچنان هموطن دارم هنوز هم در افغانستان. ولی ما پرین روز در سایت سونم کپور در آمدم، ما رفتم کامنت های سونم کپور رو چک میکردم. به خدا قسم است ایش از این مردم گله نیست، به خاطر که آنقدر کامنت های منفی مثبت در اونجا بود. من گفتم ما هنوز یک هنرمندکی که در بین افغانستان 4 تا ببخشید بسیار زیاد اون تا آدم ها ما را میشناسه دیگه، که آدم هایی هستن که خودتان میفهمید چرا قبیله یا یارا میشناسه یارا مردم دو میزنه، ما خب باید دو رسیف بکنیم دیگه. این چیزا هستن در صفحات مجازی گپا بسیار چیز نرمال است. ما عادت کردیم در یک روز دو روز نیست، 10 سال است من امراضی جاهلا سرکار دارم. ما بر ازمی جاهلا 10 سال است میخوانم دور از خوبای ما باشه، هیچ بر ما فرق نمیکنن. بخی همون تلخی غیرت که میداشته باشه آدم ما او رو بریدیم. نه خوب کردی بخی بو بریز دیگه بو سوزانش که هیچ کس ساز نکنه. نه بر ما یا خنده دار است و از خنده خدا میکنم میرم، اصلا بر ما فرق نمیکنه. خوب میکنی خوبشان میکنی. خب درست است فرزانه جان دیگه وقت خود بس میخوایم یک ترقی دگام از این بالاتر بر خودت میخوایم دیگه. تمام دخترها خانم دخترای ما که هستن همه گیشان ترقی کنن و نه که پشت یکی دیگه بگوین پشت گفتن هیچ خوب نیست. چون افغان هستیم مردم دیگه ببینه پاکستانی ها هندوستانی ها چی ببینه خواهد به دیار سیکاد و نمو مردم وقتینه و نمو مردم قدیمی نه پیشرفت کردن و نه دیگه بیتر اون هم نیستن که هیچ پشت یک دیگه ها در پشت یک دیگه اسقاط شویم در ترقی و به پیشرفتش نه به غیبتش. راست میگیم. بسیار زیاد دیگه وقت خود تزیاد نمیگیرم دیگه. روز خوش برد میخوایم ساعت خوب. خداحافظت. بسیار زیاد تشکر خواهر بسیار قند مهربان از حرفای زیبا و خوشگلتان و من بسیار زیاد خوش شدم از اینکه هنوزم در مملکت ما کسایی هستند که به هنر احترام داره و به هنرمند احترام داره. این خواهر ما را میاریم بالا. چی شد؟ خواهر ما برد ریکوست کردم، میتونن که شما ریکوست ما قبول بکنید. السلام علیکم. سلام علیکم فرزانه قند، خوب هستی؟ صحت من؟ چی حال دارین خواهر عزیز؟ خوب هستین؟ صحت شما خوبه؟ تشکر، زنده باشی خواهر قند. حالت خوب هستی؟ بسیار زیاد تشکر، لطف میکنین. شما چی حال دارین؟ صحت من؟ شکر خوب هستم فرزانه قند. دیگه یعنی شفاخانه هستم، یکم صحتم خوب نبود دیگه. خدا نکنه ان شاء الله که صحت باشین. خوب هستم فعلا فضل خدا خوب هستم. چیزی میشه گپ نیست؟ از این چیزا که نیست. نه بسیار خدا کنه که از این چیزا نباشه. خداوند براتون شفای کامل بده هر چیزی. الهی آمین. زنده باشی فرزانه قند. در این باره گپ زدن خودم خیلی براتون ریکوست کردم قبول کنین یک چند کلمه بگویم دیگه. خود بسیار دختر ناز هستی، خدا نخواسته کدام دیگه مردم نشد. مردم چی میگه تا نیها ککر خودت میتونستی در این دستی دیگه. بله چقدر خود از او پخش هست ببینین. یک هندو یک برنه میگن که نیها ککر قدش پخش است یا فلانی است، مستقصی باید بگویم که هندوی ما نیست یا هموطن ما نیست. بله انی گپور اصلا بیخی دور کنین از ذهنتون. ما مردم از خود کش و بیگانه پرست هستیم. ما مردم بیگانه را زیاد میپرستیم، از خود میکشیم. و بیشتر امروز خواهر ما که گپ میزدم همین موضوع بوده که بسیار دور از خوبای ما باشه انسانای جاهل در جامعه داریم ما شما و باید بپذیریم و این یک نوع عادت شده برای ما. باور کنید چیزایی رو میبینم، زنانایی رو میبینم که روز پیش بخیرم در سوشال میدیا همین درباره چالر گپ زده شدن. باز اموج نام خودش شما رو هم گرفته شدن. غزال جان شاید دیگه زده باشه که چادر باید دیدن از روی یا نه از روی چی باشه. همین اصلا این گپ زدن هیچ خوب نیست. باید پشت دیگه نگوین چیز را. باید اتفاق باشین، صمیمی باشین. این کارای خوب نیست. باور کنید من چیزا میکنم خیلی جگر خود میشم. باور کنید خیلی جگر خود میشم. اینجا که صمیمیت مردم رو میبینم، من خودم فعلا در اتریش زندگی میکنم، صمیمیت زیاد میبینم، قدر و عزت و نرمندی زیاد میبینم، خودم جگر خود میشم. میگم چرا ما که باید در پایین دیگه خود غلطیدگی استیم، چرا دیگه خود میگیم باید این کارو نکنیم. مشکل است که بفهمیم یک مدت زمان خود گرفت، 100 سال دیگر خود گرفت که ما آدما
یک کمک کار منطقی پیشرفت کنیم، ما آدما یک کمک کار از عقل منطق کار بگیریم، پشت بسیار گپای مفت و ناق نگردیم. ولی تا جایی که من آستا آستا درک میکنم صفات مجازی بر زمین ساخته شده که هر کس بیا بشینه نظر خدا بتن و نظرش خوبم بوده میتونه، نظرش خرابم بوده میتونه، نظرش بسیار خوبم بوده میتونه، نظرش حتی آنقدر خراب میتونه باشه که بیادبی بسیار ماف خوار مادر خدا میارن در سوشل میدیا تیت میکنن. بله فرض میکنم مثلا دلت یه جوخ خورد نکو خدا یه جوخ به تاثیر گپای مردم بیار، مردم هر چیز میگن اصلا دیده نمیتونن که ترقی کنه پیش بره. خودت نام خدا به استعداد خود ترقی کردی. من خودت یک 8 سال پیش در افغانستان در مزار شریف آمده بود، یک کنسرت داشتی در کامگار، کوی کامگار میگه یک جایی بود اونجا دیده بودم تو یک کوچه بسیار لاغر تو خندول دختر بودی. بسیار زیاد تشکر. بسیار وقت خورد دختر بودی، بسیار مام دیگه. بله همینجا آمده یک کنسرت داشتی جانم، به خاطر مثال نو بود بیا گفته بودن از خاطر همینجا دیده بودم تا. بله شما این دستم زیاد مسافری دیگه بخیر ان شاء الله که مسافری بخیر بگذرم با شما. متاسفانه که ریکانکت آمد و تماسشان درست نتونستم، امرایشان درست نتونستم صحبت بکنم، اما بسیار زیاد حرفای خوب و قشنگ و مقبول به دلم گفت و ما بسیار زیاد خوش ساخت و انرژی زیادتر گرفتم از اینکه خواهر خدا با خود داشتم و صحبتایشان همچنان. ما خود گوش کردیم، امید هستم که همه هموطنان گوش بکنن. در غیر از او فرق نمیکنه که هر چیز هستین، هر چیز میکنین، هر گپ میگین، یعنی مهم نیست به او اندازه که یک وقت بر ما مهم که والا هموطن ما ناراحت است، هموطن ما قار است، هموطن ما اتر است. اما فعلا چون که شما مقدر خود پرست هستین و خودتان دوست دارین، کسی دیگر غیر خودتان نمیتونین دوست داشته باشین، بنابر از فعلا بر ما مردم همچنان آستا عادی شده رایستین. یعنی عادی شده رایستین به ایمان اگر که 10 تایتان بد ببرین، 10 تایتان دوست دارین، 10 تایتان نیمه دوست دارین، یعنی فرق نمیکنه و میمون از گپای منفی. از او گپا شما اصلا نمیتونن که الو ها 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 سلامون لالا باشی سلام چطوری؟ چقدر خیلی آدم ها اینجا داریم به خدا. بازانه هم پشت گپ های مردم نگرد خواهد درست است. کوشش میکنیم که نگردیم پشت حرف های مردم. من خونه میگردم هم بیزون خنده میگیره سر از این مردم، سر از این مردم جاهل اینا. بیزون در یک وقت که اشرف غنی یک تار از کار میکشید، ما هم از بغلان هستم. او افتخار ما او وقت بیکار در کنج خانه ششته بودن، از اینترنت درآمد میکردن. حال خود کرونا ویروس کلتانه در خانه شانده. keep that okay. thank you بیار بالا. غزال نایل گفت شما بخیر آنانا چادر پوشیده نظر خودت رهایی چادر پوشیده نظر خود. و غزال عنایت این موضوع را بر من نگفته و من برای رهایی چادر نمی پوشم. من بسته سال نمی پوشم، یک ماه رمضان که دلتان بترقام می پوشم، بخاطر که من از طفولیت اینم تو هستم
یک ماه رمضان ما روزه خدا میگیرم که به هیچ زاره ترق شوین و هر روز مکسای مرا پرتین که اینجا سرلوچ اینجا سرپا ما روزه خدا میگیرم. ما با شما نمیگیرم، ما با خود میگیرم، ما با خدای خود میگیرم. ما روزه را خوش دارم، روزه را به خاطر میگیرم که مرا لاغر میسازه و از خوردن میمونم و همچنان خوشم می روزه بگیرم. بنابر از این ضرور نیست که ما بشینم در مورد غذا عنایت قضاوت بکنم که اما ما فکر میکنم حقیقت گفته، چون که کسی را که گفته اول خو نام نگرفته که نام گرفته گفته باشه که فلانی چادر میپوشه یا فلانی چادر نمیپوشه. اما اگر نام گرفته باشه، سلام فرزانه جان، سلام شبانه عزیز، اگر نامو بگیره راست میگه، بخاطر که یکم کارتون در کار پرتین. شما اونم کسایی بودین که در پر زندگی ندارین، در پر مردم نیستین، در پر انسان نیستین، خرگنده بوی میتین. این یگان گپا براتون گفته شده بود. این چیزا رو باید در نظر داشته باشین. اونم کسی را که شما سپورت میکنین فل ما میخوایم سپورت کنین، ما این دقیقه تان نیستم که میکنین سپورت یا نه، اونمو کس است که شما را گفته بود خرگنده بوی میتین. یعنی به ما غلط از ترس خدا نمیگیری نیست. خب دل مربوط شما نمیشه. من روزه خدا میگیرم یک ماه که هر روز برین یک عکس دیگه عکس تو جور کنین، زیاد انداختین دیگام پرتین تاثیر گذار نیست. چون که من روزه خدا میگیرم، من که چادر عکس پست میکنم، ما یا میکاره را افغان وبس آفیشل. بسیار زیاد تشکر از قلب مهربانتان و از سپورت بسیار زیادتان ما هنرمندان و سپاسگزار هستم که همیشه سپورت میکنین، همیشه پست دارین، همیشه ما را استوری میگذارین و یک نوع موتیویشن بر ما هنرمندا است. بسیار زیاد تشکر. افغان وبس آفیشل. ما دوست عزیز میخوایم که کامنت های مثبت که میایم وارا دلیت نکنم، اما تو باشه که مردم یکم خجالت بکشه که من دلیت نمیکنم. ما از ترس خدا روزه میگیرم، به عشق و ایمان خدا روزه میگیرم. افغان مسلم بشک تشکر از خود فرزانه جان. افغان بسیار زیاد تشکر از خود همچنان. شبانه مهرار دعوت کو در لایف. شبانه فکر کنم در اکانت خودش لایف است، ببینم یک دفعه. شبانه جان خودش آلردی لایف است. خیلی دوستا عزیز در لایف شبانه جان بیاین، ما میرم در لایف شبانه جان. میشه